دیگه چی؟ خیلی در هم تنیده است، خیلی پیچیدگی داره. این لحاظ که زندگی صدا رو اونجا مثل اینکه باز نکردیم هنوز. ببخشید معذرت می‌خوام. خب اونو بزنیم فکر کنم میگیره. الان تصویر بله تصویر. خب تصویر جابجا بفهمیم. الان تصویر جابجا شد. بله بسیار خب. یه موضوعی که البته من این کار کردم به تصویری، شما با انواع اقسام پیچیدگی ها و راه ها، یعنی این پیچیدگی بیشتر مد نظر من بود و اینکه تصویر رو من مبهمش کردم. واقعیت خیلی عیان نیست. ما بیشتر در یک محیط پر ابهام داریم حرکت میکنیم توی زندگی. حالا این محیط پیچیده، این محیطی که پر از ابهامه، این محیطی که در هم تنیده است، ما با چی میخوایم حلش کنیم؟ با چی میخوایم راهمون رو اینجا پیدا کنیم؟ با چی میخوایم پردازشش کنیم این واقعیت رو؟ با اندیشه‌ای که فروکاهنده است، یعنی ریداکشنیست داره، یعنی میخواد شاخ و برگ ها رو بزنه، هی میخواد خلاصه کنه، هی میخواد ببخشید خیلی خودمون میگم از سر و ته کار هی میخواد بزنه و ابهام گریزه. یعنی ببینید دقیقاً به خاطر اینکه ذهن ابهام گریزه، ببینید ما به صورت دیفالت، مغز ما به صورت دیفالت تحمل ابهام رو نداره، جاهای خالی رو فوراً میخواد پر کنه. با چی پر میکنه؟ با اون سیستم اول که میاد یه سری اطلاعات میده، میسازه، میگه آقا اینو پرش کن. و شما میبینید که واقعیتی که پر از ابهامه رو با ذهنیتمون پر میکنیم و نتیجه‌ای که میگیریم اغلب اوقات نتیجه این اینتنشنه با اون آوتکامه، یعنی اون قصده با اون خروجیه منطبق با هم نیست، زاویه داره، انحراف داره، حتی تناقض داره عملا. پس ببینید ما داریم عملا با واقعیت‌های پدیده و سامانه‌ای به نام مغز آشنا میشیم. حالا در ادامه میگم ذهن چیه. خب پس حواسمون باشه این خاصیتش، تغییرگراست، فوراً میخواد نتیجه بگیره و سر ته کار میخواد بزنه. دامنه توجه انسان محدود شده و تمرکزش گسسته شده. یه تحقیق در سال 2025 مایکروسافت انجام داده. البته این عددی که مایکروسافت آورده میگم خیلی اعتباری نداره، خودش از یه تحقیق دیگه گرفته، ولی اینی که این اتفاق افتاده یک واقعیته. از سال 2000 از مثلا اوایل فکر می‌کنم 2000 تا الان اوایل 2000 میزان attention span یا برد تمرکزی یک انسان 12 ثانیه بوده، الان این عدد به 8 ثانیه و 7 ثانیه رسید. یعنی حتی میگن از میزان تمرکز گلدفیش ماهی کمتر شده. دلیلش چیه؟ دلیلش دقیقاً به خاطر همین سوشال نتورک ها، به خاطر اینترنت. شما میبینید مدام وقتی دارید این حرکت رو انجام میدید، نمیدونم این واقعا تجربه شخصی شما هست یا نه، بعضی وقتی من خودم اینو حس میکنم، تمرکز نمیتونم بکنم روی کتاب. وقتی دارم کتاب میخونم ذهنم انگار هی میپره و بعد از این پاراگراف هی میخونم چی شد این؟ یعنی انگار سر خط از دستم در میره. ببینید این اصلا این حرکتی که ما انجام میدیم، اسکرول کردنه، این پرش ذهنی داره هی ایجاد میکنه و فاجعه اینه که اطلاعاتی هم که ما هی داریم میگیریم اطلاعات گسسته‌ایه. یعنی ذهن یه جوری داره، مغز یه جوری، من فکر میکنم که داره از لحاظ ساختاری تغییر میکنه. یعنی دوباره در سیر تکامل داره مغز ما یه شکل دیگه‌ای داره عمل میکنه. مثلا لزومی نداره تو اطلاعات با چانک‌های بلند بخونی، اطلاعات کوتاه می‌خونی. یعنی خرده ریز و ریزخواری اطلاعات داری می‌کنی. اضافه بار ادراکی میاره. حالا ببینید این چرا این توجه ما، اتنشن اسپن ما کم شده و چرا تمرکز ما گسسته شده؟ به خاطر اینکه دچار یه پدیده‌ای ما هستیم به نام اضافه بار ادراکی به کاگنیتیو اورلود. ببینید شما انبوهی از اطلاعات هر روز صبح
و با انبوهی از اطلاعات گسسته و پراکنده و عملا نامربوط مواجه است. یعنی شما از جنگ ها و درگیری ها گرفته تا فرض کنید که حالا هر ویدیویی که یکی بالاخره دستش گرفته داره یه چیزی یا داره روانشناسی میگه یا داره میرقصه یه جایی، هی شما دارید ریزه‌خواری تنوعی از اطلاعات رو باش مواجه هستیم که خیلیاش دیس اینفورمیشن هستش، یعنی اطلاعات غلطه، خیلیش میس اینفورمیشن، یعنی اطلاعات غلط طراحی شده است، یا من این اطلاعات غلط رو طراحی کرده برای انحراف داره میده. پس ببینید چقدر ما ناسازگاری و دسونانس بین واقعیت و حیات مغز وجود داره. از یه طرف ما باید از یک امر پیچیده، امر مبهم سر در بیاریم، از این ور ذهن ما و مغز ما داره یه جوری یه مسیر دیگه رو میره که این دوتا، اون که واقعیتی که کاری با ما نمیکنه، یعنی به قول آلبرت کامو که زندگی که نسبت به من بی‌تفاوته، من باید با اون چی کار کنم. حالا من دارم یه مسیری رو میرم که اتفاقا این مسیری رو که من دارم میرم همون پیچیدگی دنیا داره من به این مسیر میکشونه، اون پیچیدگی که به وجود داره خود من به وجود آوردم، یعنی وارد یه لوپ میافتیم که میبینیم که اون خودم کردم که لعنت بر خودم باد داره میشه قضیه. یه ویژگی دیگه دوستان، ذهن به شدت تلقین پذیر، به شدت تلقین پذیر، یعنی باورهایی که تو همین سوشال میدیا یا آدم‌ها به ما میدن بدون اینکه بخوایم فکر کنیم در مورد صحتش، ذهن ما اینا رو میگیره، پردازش هم نمیکنه و ما اینها رو در حقیقت به صورت دیفالت های تفکر خودمون یه رفته به کار میگیریم. با یه امری به عنوان سرایت ما مواجه هستیم. افکار مثل رفتار، مثل هیجانات به راحتی بین آدم ها سرایت میکنه. یعنی این فکر از یکی دیگه میره سراغ یکی دیگه میرسه و ما وارد یک حباب جمعی در حقیقت میشیم. باز یه ویژگی دیگه تو همین راستا یه چیزی هست به نام اتاق پژواک. خدمتتون عرض کردم ابتدای عرایزم. اتاق پژواک چیه؟ اون چیزی رو که چک میکنم همون هی به من میده. من اگه چک کنم که باز برم سراغ مثالمون که چک کنم که ببین سیگار کشیدن ضرر نداره، حالا تو گوگل سرچ کردم توی دسکتاپم یه دفعه میبینید توی اینستاگرامم یه سری دیتا در همون راستا داره بر من میگه، تو توییتر هم دوره در همون راستا داره دارم فرض کنید که سایت خبری ایرانی رو چک میکنم، یه دفعه میبینید از اون یه چیزایی مطالبی داره به صورت کاملا ایمپلیسیت به من داره القا میشه. بعد ببینید اینو چقدر به هم ربط داره. یعنی از یه سمتی وارد اتاق پژواک میشم، از یه سمتی ذهن من تلقین پذیره، یعنی اینا رو هی مکش میکنه داخل خودش و میپذیره. ذهن به شدت الگویابه، چیزی که میگیم پترنسیتی، الگو پیدا میکنه. چرا ما یه دفعه تو ابر نگاه میکنیم یه شبیه دایناسور مثلا یه شبیه نهنگه؟ این خاصیت مغز اینطوری وایر شد که اینو ببینه و اینها رو همه در ارتباط با اون بحث تکامل و بقا ببینید. یعنی یه بار اون اجداد ما مثلا یه خرسی بهش حمله کرده، بعد دور نگاه میکنی یه توده‌ای، یا بیا حواستو جمع کن، یه همچین هیبتی رو دیدی، این فکر نکن سنگه، این الگوی شکل یه خرس ولی همون حفظ شده. پس پترنیسیتی یکی از اون بحث‌هاییه که ببینید حالا این پترنیسیتی ذهن، الگویابی ذهن، کجا ما بهش برمی‌خوریم تو میانبرهای ذهنی؟ اونجایی که داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ در مورد پروتوتایپ کردن حرف میزنیم، در مورد پروتوتایپ کردن آدم‌ها و در مورد پروتوتایپ کردن پدیده‌ها حرف میزنیم. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که ذهن داره اینه که آرزو اندیش، دوست داره اینجوری باشه و بر اساس دوست داشتنش واقعیت‌ها رو تحریف میکنه و واقعیت‌های ناخوشایند رو نمیبینه، نمیخواد ببینه. چون ذهن انسان شروع میکنه استدلال کردن که ببین مثلا تو آدم بسیار باهوشی هستی، این ویشفول تینکینگ، تو آدمی هستی که میتونی تمام موانع رو از سر راه خودت برداری، آدم بسیار قدرتمندی میتونی بشی. چون اینقدر آرزو اندیشه بخش‌هایی از واقعیت که زاویه داره
یا نقض میکنه این اندیشه یا آرزو مندانه اون رو، اونا رو شروع میکنه به نادیده گرفتن، دیگه نمیخواد ببینه اینها. پس ببینید ما وقتی مغز داریم صحبت کنیم در مورد یک میدان مین داریم صحبت میکنیم. یعنی باید حواسمون باشه که من وقتی دارم این تصمیم بزرگ رو تو زندگی میگیرم، تو بیزنسم میگیرم، تو زندگی شخصی میگیرم، حواسم باشه الان آیا دچار آرزو اندیشی نشدم؟ الان آیا دچار الگویابی من نشدم؟ آیا الان ذهن من فروکاهنده نیست، واقعیت رو هی کمش نمیکنه، هی ابهامش نمیکنه، هی ابهام زدایی نمیکنه؟ یکی از بخش هایی که در حقیقت در بحث کاگنیشن و ادراک شناخت مهمه، بحث پرسپشن و ادراک، یعنی اینکه من جهان رو چگونه میبینم. ببینید چون کاگنیشن چی بود؟ بخشش اینه که چگونه میبینی و بخشش این بود که چگونه تحلیل داری میکنی. حالا میخوایم کمی باریک بشیم، یه دید ذره بینی به اون که چگونه اصلا جهان رو داری دریافت میکنی تو. اون بخشای تحلیلی بود. ادراک چیه؟ فرایندی که از طریق آن انسان به منظور معنا بخشی به محیط پیرامون اطلاعات حسی را سازماندهی و تفسیر میکنه. یعنی ببین من اینجا نشستم، تن من درگیر، چشم من، گوش من، لامسه من، همه درگیر، درسته؟ و من دارم این اطلاعات رو دریافت میکنم. این اطلاعات که دریافت کنم، این اطلاعات واقعیت دیگه. میخوام ببینم حالا این ادراکه، این پرسپشنه از همین اول شروع میکنه به منحرف کردن و مخدوش کردن اطلاعات. از همین اول، یعنی شما از دریافتتون اطلاعات ممکنه مخدوش باشه. چرا؟ چون ببینید ادراک تحت تأثیر یه سری معمولات هست. این که من دارم اطلاعات رو دریافت میکنم برای اینکه معنا بخشی بکنم، معنی بدم به این اطلاعات، تفسیرش کنم، یکی مفروضاته، اسامپشن داشتیم. ببینید من اگر توی یک مفروضم این باشه و اینا بسیار ناخودآگاهه و خیلی مقوله های فرهنگی و تربیتی، حتی اگه ازش آگاه نباشم، میگم که ببین معذرت می‌خوام به خانم ها، من به یک بحث فرهنگی رو دارم مطرح می‌کنم که زن‌ها اصولا توانمندیشون کمتر از آقایونه. این یک انگاره فرهنگی هست یا نه؟ یک مفروض فرهنگی هست، متاسفانه هست دیگه، درسته؟ خب ببینید من وقتی این مفروض رو در سطح ریشه‌ای و عمق تفکر خودم دارم، وقتی میخوام با یک خانوم تعامل کنم، برای چی دارم تعامل میکنم؟ من برای این مفروض پنهان دارم رفتار میکنم. ببین دقت کردید، نمیدونم تا حالا حتما باهاش برخورد کردید، مثلا سوار تاکسی میشی، یه راننده مثلا راننده جلویی حرکتی میزنه یا بعد راننده تاکسی معمولا چی میگن؟ حتما خانومه. جان؟ میگن حتما خانومه دیگه. چرا میگه حتما خانومه؟ چه اویدنسی داره؟ هیچ اویدنسی نداره. مفروضش اینه که خانوم‌ها بد رانندگی میکنن. بعد این یک مفروض پایه‌ای‌تر داره. چیه؟ خانوم‌ها به اندازه آقایان توانمندی ندارند. اینها مفروضشه. ببینید یکی از جالب‌ترین، حالا فرصت نمیشه اینجا پخش کنم، مثال هایی که در مورد مفروض میشه زد، دایجان ناپلئون. این انگلیسی ها میخوان، یعنی دایجان ناپلئون همه پدیده های اون زندگی رو، تمام اتفاقات رو داره بر اساس یک مفروض میبینه. انگلیسی ها میخوان از شر مخارج، درسته؟ و تمام رفتارش، تمام تصمیماش، تمام حرفایی که میزنه بر اساس این مفروض داره مثلا. یه نمونه دیگه بزنم، مثال بزنم. فرض کنیم توی خانواده یه پسری هست مثلا 11-12 سالشه، میگه من لپتاپ میخوام. پدرش به مادرش میگه که مثلا اسمش هم فرض کنید نیماه، میگه من لپتاپ نمیخرم چون از درس زندگیش میفته.
مفروض پدر چیه که میگه از درس زندگیش میفته؟ ببینید این از درس زندگیش میفته یک قضاوته. بر اساس چی؟ فرض پدر چیه؟ بازی. فرض پدر اینه که نیما کل وقتش میخواد بذاره. از کجا میدونی که کل وقتش رو قراره این کار بکنه؟ من نمیگم غلطه، میخوام بگم از کجا میدونی؟ اوییدنسش چیه این؟ یعنی ببین در یک مفروض یه چیزی اون پایین هست که حرفاتو بر اساس اون داری میزنی. بعد ببینید نظرگاه، پرسپکتیو آدم‌ها متفاوته. پرسپکتیو و نظرگاه یک مدیر مارکتینگ توی شرکت با پرسپکتیو یک آدمی که توی بخش مالی میتونه متفاوت باشه. یعنی قطعاً متفاوته. با کسی که تو بخش تولید قطعاً متفاوته. چون اونها از پارادایم خودشون، از چارچوب نظری خودشون و فکری خودشون دارن قضیه رو نگاه میکنن. انگاره باورها و توقعات اینا باز ادراک ما رو، فهم ما رو از دنیا تحت تاثیر قرار میده. باز در مورد نظرگاه، ببینید نظرگاه یک پدر نسبت به فرزند با نظرگاه یک مادر متفاوته. نظرگاه یک فردی که در نقش اجتماعی پدره و بعد در نقش اجتماعی یک مدیره و بعد در نقش اجتماعی یک کاستومر هستش یه جای دیگه، به دلیل نقش‌های متفاوتش این نظرگاه‌های متفاوتی میتونه یک انسان داشته باشه نسبت به پدیده. باورهای ما تأثیر داره. من چه باوری دارم؟ چه توقعاتی دارم؟ من ببینید یه چیزی دقت کنید. خیلی از گفتگوها به نتیجه نمیرسه به یک دلیل اینکه انگاری انسان‌ها و ایده انسان‌ها متفاوت بود. یعنی چی؟ ببینید مثلا من میشونم 1 ساعت با شما در مورد عدالت حرف میزنم، 1 ساعت با شما در مورد ابتذال حرف میزنم و 2 تا موضوع کاملا متفاوت و اصلا جنگنده نسبت به هم دیگه. در صورتی که کسی میتونه گفتگوی مؤثری داشته باشه که بگه صبر کن، ایده تو از ابتذال چیه؟ یعنی تعریفت از ابتذال چیه؟ ما هی داریم در سطح روحی با هم دیگه دعوا میکنیم، ولی من اصلا نمیدونم تعریف تو از ابتذال چیه. وقتی تعریف تو از ابتذال با تعریف من متفاوت باشه، خب ما اصلا در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ خب طبیعیه که نمیتونیم همدیگه رو بفهمیم. توی شرکت ها یه اتفاقی که میفته، مثلا میگیم که امروز جلسه استراتژی داره. خب تدوین مثلا استراتژی یا بحث در مورد استراتژی. 4 نفر آدم میان، اولا از دپارتمان‌های مختلف و پرسپکتیوهای مختلف این آدم‌ها دارن میگن. بعد یه سوال، ببخشید تعریف شما از استراتژی چیه؟ این 4 نفری که اینجا نشستیم، شاید اصلا یکی تاکتیکو داره استراتژی می‌بینه، یکی تکنیکو داره استراتژی می‌بینه. بعد ما میشیم 1 ساعت صحبت می‌کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. چرا؟ چون اصلا از اون به بسم الله انگاری ما متفاوته. برای همین در نهادها بزرگترین مشکلی که وجود داره، چه نهاد خانواده باشه، چه نهادی باشه مثل سازمان، چه نهادی باشه مثل جامعه، اینی که آدم‌ها اصلا اشتراک تعریفی با هم دیگه ندارن. بعد میشن با هم دیگه دعوا میکنن. مثلا در خانواده میگه تو چرا من عشق نمی‌ورزی؟ میگم من چیکار کنم؟ میگه چجوری بهت عشق بورزم؟ چرا؟ چون انگاری عشق در ذهن یکی دیگه با انگاری عشق در ذهن من میتونه متفاوت باشه. پس بریم یک قدم عقب. عشق رو چگونه تعریف میکنه؟ عدالت رو چگونه تعریف میکنه؟ اول به یک تفاهم تعریفی و انگاره‌ای برسیم و بعد بریم جلو. توجه که خدمتتون عرض کردم، من این رو بودم، وضعیت جسمانی میدونید چقدر روی ادراک آدم‌ها تاثیر میذاره. ببینید ما یه زمانی خب فلسفه اینطوری بود که خیلی روی بحث متافیزیک بود، بعد تفکر بود، تفکر عالی بود، درسته؟ مثلا افکار اینا. بعد ما اومدیم یه جا دوران عقلانیت رو داشتیم، بعد اومدیم سراغ دکارت گفت که یه دوالیتی رو مطرح کرد، ذهن و بدن رو مطرح کرد. بعد اصلا شک کرد که آقا اصلا بدن وجود داره یا نه، اصلا دنیا وجود داره یا نه. چیزی که هست ذهنه، چیزی که هست فکره. اصلا ممکنه اینا همش توهم باشه. و این اشتباه سوء برداشتی که از این جمله دکارت میشه رو حواستون بهش باشه. ببینید ما همش میگیم که دکارت میگه که من فکر میکنم پس هستم. و ما فکر میکنیم که دکارت با این جمله داره ارزش میده به مقوله فکر کردن، در صورتی که اصلا این نیست. منظور دکارت این نیست. منظور دکارت اینه که
همه چیز من در مورد شک میکنم، در مورد یه چیز شک نمیکنم. آن کسی که داره فکر میکنه در مورد شک میکنه در مورد همه چیز، اون واقعیت. ولی حالا بقیه چیز واقعیت مفهوم دکارت در حقیقت نیست. بعد میاد جلوتر در حقیقت ما به چیز میرسیم، به کانت میرسیم که کانت میاد این بحث رو خیلی جدی مطرح میکنه در مقابل اون تجربه گرایی. میگه که ببین ذهن یک پدیده پویاییه که دخل و تصرف داره در تعریف واقعیت. یعنی ما آن چیزی که میبینی، آن چیزی که هست، اونو بهش میگیم چی؟ واقعیت عینی. این واقعیت عینی. ولی وقتی ذهن داره اینو میبینه، یه واقعیت ذهنی هم داره ایجاد میکنه. یه مثال خیلی ساده شده، من همیشه مثلا سعی کلاس میگم انجام میدم. میگم که فرض کنید من به شما میگم که برید یه بستنی بخرید و هیچ سوال دیگه مطرح نمی‌کنم. لطفاً بنویسید چه بستنی میخواید. بعد آدم‌ها چیزای متفاوت می‌نویسن. یکی میگه مثلا من بستنی شکلاتی رفتم گرفتم، یکی میگه بستنی زعفرانی گرفتم. ببینید ادراک آدم‌های متفاوت از یک واژه، از یک مفهوم میتونه کاملا متفاوت باشه. و چه اتفاقی میفته وقتی شما شفاف نگفتی، وقتی اون بستنی زعفرانی میگه این منظور که این نبود، چرا اونو نگرفتی؟ چون ادراک تو از بستنی با ادراک من میتونه متفاوت باشه. پس وضعیت جسمانی حالا اومد جلوتر، تفکر هی پیچیده‌تر شد تا اینکه شخصی، تا اون که پدیدارشناسی مطرح شد، هوسرل اومد پدیدارشناسی مطرح کرد و بعد یه شخصی اومد به نام موریس مرلو پونتی. خب ببینید اصلا قبلتر از این که ذهن بخواد دخالت کنه در این که من پدیده رو چجوری ببینم و نقش فعال داشته باشه در ادراک، بدن نقش فعال داره. یعنی بدن، این تن اینگیج میشه با واقعیت بیرون و این اینگیجمنت بدن از همینجا ادراک شروع میکنه اتفاق افتادن. اینی که شما فرض کنید در حالت ایستاده باشید و خم بشید و یه پدیده رو ببینید، این دو تا تجربه متفاوت از یک پدیده میتونه به شما بده که بعدش بر اساس این چیزی مطرح شد با عنوان cognitive embodied cognition که اصلا اومد شناخت رو از خود تن شروع کرد. ببینید و معذرت خواهم، عواطف و هیجانات که طبیعتاً تأثیر میذاره، خیلی توضیح نمیدم به دلیل زیر و وقت، و بافتار، کانتکست، کجا این پدیده داره اتفاق میفته، تو چه بافتیه، تو چه چارچوبی داره، شما تجربت از این پدیده تو چه چارچوبیه. خب اینا تمام تأثیر داره. یعنی ببینید واقعیت و درک ما از واقعیت بسیار پیچیده داره. یه مثال بزنیم، اینو ببینید، مولر لایر ایلوژن بهش میگن، ایلوژن توهم مولر لایر. این دو تا خط اندازه همه، ولی ادراک ما چیز دیگه ای رو میگه اون پایینیه بلندتر از بالاییه. چرا؟ کانتکست داره تعیین میکنه. کانتکست چیه؟ اون خطهایی که آرز شده به این خطای مستقیم. شما وقتی که تا این حد دوچار اینا رو بشکن توهمات بینایی، بصری هستی ما آدم ها، اون تو فکر چه خبره، توی اندیشه و شناخت چه خبره. این یکی رو ببینید، چی میخونید اینو؟ A, B، اینو چی میخونید؟ 12 خب چرا اینو A, B، C خوندید، اونو 12 13 14 خوندید؟ این که شبیه اونه، به خاطر کانتکست، به خاطر بافته. چون این تو بافت عدد بود، این تو بافت حرفه. الان یه چیزی هم. حالا اینو ببینید، این خیلی جالبه. از این یه چیزی من هی نگاه میکنم گفتم نه بابا مگه میشه آخه این همچین چیزی. امیدوارم باز بشه.
چه خوب باز شد. امیدوارم دوستانم توی چیز داشته باشن. کرسر من شما می‌بینید کجا رفتم من؟ توی اسکایروم هم دوستان ندارم. آها درسته بذارید من کدوم بود؟ این بود. نمیدونم الان دوستان توی اسکایروم دارن. شما چرا ندارید اینجا؟ اسکیپ رو بسیار ببخشید بسیار ببندم اینو ببینید. پدیده اون خط وسط، اون نوار وسط. کانتکست و بافت کجاست؟ اون صفحه‌ایه که این افتاده روش. چشم شما به شما چی میگه؟ کدوم رو پررنگ تر میگه؟ راست و پررنگ اون چیزو میگم، نوار رو میگم. راست پررنگ تر میگه. این یه رنگی هست. ببینید اینا، نگاه کنید. این اپتیکال ایلوژن. میخوام اهمیت اینو میگم که از لحاظ بصری ما وقتی اینقدر دچار وهم میشیم بنا به دلایل خیلی زیاد که اینجا در مورد کانتکست داریم صحبت میکنیم. ببینید وقتی داریم در مورد انتزاعات داریم صحبت میکنیم، اونم نه در مورد خودمون، در مورد آدمایی که باهاشون در تعامل هستیم، چقدر اصلا قضیه داره پیچیده میشه. و این اهمیت فکر کردن درباره فکر کردن، فراشناخت، اینجا در حقیقت اهمیت پیدا میکنه. خب برگردیم به اسلایدها. داریم چیزی؟ اسلاید یا من؟ توی اسکایروم نه. توی اسکایروم. خب ببخشید من داریم الان؟ بله. و تغییر پیدا میکنه؟ نه تغییر. خب خیلی بله الان تغییر. حیف اینو من چون باید نداریم؟ نه. ببخشید دوستان من چرا؟ خب فهمیدم چه جایی. من فکرم الان دیگه باید تغییرات رو داشته باشه. درسته؟ خب پس ببینید این نقش کانتکست بود در فهم. درسته؟ ببینید پس ادراک ما تحت تاثیر چه عواملی؟ مفروضات، نظرگاه، باور، تعاریفی که از مفاهیم داریم، توجهی که هست، چقدر میتونیم توجه کنیم با این وجود این سوشال نتورک و با این پرش‌های ذهنی. وضعیت جسمانی که گفتیم که رسیدیم به بحثی که موریس مارلو-پونتی کرده که اصلا بدن تو درگیر ادراکه. خب بریم یه چند تا چیز جالب در مورد این بدن تحقیقاتی که هست بدونیم. یه چیزی داریم به نام Hungry Judge Effect، اثر قاضی گرسنه. اصلا یه چیز خیلی عجیبه. اومدن یه تحقیق کردن، دیدن وقتی که میخوان مرخصی به زندان، درخواست مرخصی دارن زندانیان و قاضی باید تصمیم بگیره که مرخصی داشته باشه. خب ببینید قاضی دیگه برای ما چیه؟ دیگه به قول طرف گفت که اند عقلانی فکر کردن و دیگه یه بایبل، یه کتابی به نام قانون داره، بر اساس اون باید دیگه قضاوت کنه. اونم گیر و گرفتاری داره. اونا تحقیق کردن که چی جالب.
جوازهای مرخصی که بررسی کردم و زمانی که در طول روز این مجوزهای مرخصی به زندانیان داده شده، دیدن اول صبح وقتی قاضی قهوه‌شو خورده بدن فرشه، تعداد اجازه مرخصی به زندانیان بالاست. هرچی به میانه روز میره و قاضی از لحاظ گرسنگیش بیشتر میشه، احتیاج داره ریفرش کنه، این تعداد داره میره پایین. بعد دیدن که وقتی که ساعت مثلا 10:30 یه اسنک یه چیزی میخوره دوباره این جامپ میکنه. بعد دیدن تا قبل نهار دوباره میاد پایین. دقت میکنید؟ یعنی مورنینگ اسنک رو خورده دوباره اومده پایین، دوباره لانچ شده، لانچ رو خورده دوباره رفته بالا، بدنه درگیر دوره اون ادراک. یعنی ببینید تجربه تنانه از واقعیته. ببین برای همینه که وقتی که میگن که حواست باشه وقتی می‌خوای یه چیز جدی به یه آدم بگی، سعی کن وقتی گرسنه است نگی بهش. چون گرسنگی تأثیر داره رو فهمش، رو درکش، رو تصمیمش. این معروف شد به hungry judge effect. به همین راحتی. بعدی رو ببینید. این هم اصلا این چیز شاهکاره. میگه که شما وقتی که انرژیتون کمه، وقتی که پولتون سنگینه، ادراکتون از سراشیبی زاویه‌اش بیشتر. خب ادراکتون از سراشیبی زاویه‌اش بیشتر. مثلا اگه شما پولتون سبک باشه، بگید فکر کنید چند درجه است؟ مثلا 30 درجه است. اگه پولتون سنگین باشه مثلا میگید 50 درجه است. درک واقعیت به دلیل وضعیت فیزیکی، وزن. یا اینو ببینید، این هم فوق‌العاده جالبه به نظر من، فوق‌العاده جالبه. Interoceptive ability predicts survival on a London trading floor. قابل توجهی کسانی که توی بحث ترید هستن، توی بحث اصلا خود مدیریت هستن، استاک هستن، سهام هستن، دیدن سهامدارانی که آگاهی بیشتری دارن از نبضشون، آگاهی نسبت به وضعیت بدن دارن، تریدرهای موفق تری، سود بیشتری میکنن یا فرکانس سود کردنشون منسجم‌تره در طول زمان تا اونایی که آگاه نیستن به وضعیت تنانه خودشون. مثلا نبض خودشون رو ازشون میپرسی اشتباه میگه. و یکی از دلایلش گفتم، یادتونه گفتم اون بحث شهود رو اینجا حالا معنی پیدا میکنه. ببین ما طبیعتاً داریم در مورد تریدرهای حرفه‌ای حرف می‌زنیم. نه هر کی میاد یه دفعه بگیم که خب چون نبضش رو مثلا خوب بلده تخمین بزنه پس ترید هم خوب میکنه. نه، تریدرهای حرفه‌ای دو دسته کردیم. اونایی که آگاهی نسبت به تن دارن، اونایی که آگاهی ندارن. اونی که آگاهی نسبت به تنش داره، چون ببینید شهود یعنی چی؟ شهود انباشت دانشه. ببینید مثلا یه دفعه مثلا میگه اون شهودی که در مورد خطرات هستش، مثلا من حس کردم الان مثلا یکی سنگ میزنه، اونو بذاریم کنار چون اون به صورت ناخودآگاه ممکنه شما یه سیگنال محیطی گرفته باشید. ولی در مورد تصمیم گیری، مثلا در مورد استاک مارکت و بیزنس وقتی داریم صحبت کنیم، یکی میگه آقا من مثلا 50 سال تو کار فولاد حس کردم باید فولاد بخرم، مثلا حس کردم باید بفروشم، حس کردم انبار رو باید خالی کنم. من میگم چرا؟ میگم حس کردم. 50 سال تجربه داره، الگوریتم داره. این الگوریتم رو بغل هم قرار گرفته، یه دفعه یه نتیجه میده. حالا چه ربطی به این داره این گات فیلینگ، این شهوده؟ ربطش اینه که کسی که نسبت به تن خودش آگاه هستش و تریدر هستش، پیام شهود خودش رو راحت تر میگیره و بهتر میگیره. چون میدونید این گات فیلینگ چرا میگن؟ اعصابیه که توی معده و روده هستش دیگه. اونو بهتر میتونه بگیره، آگاهی از اون بیشتر. پس برگردیم دوباره به موریس مرلو-پونتی. ادراک قبل از اینکه از ذهن شروع بشه از بدن داره شروع میشه. بدن هم درگیر ادراک دنیای پیرامون هستش. یه مبحث دیگه ای که توی ناهماهنگی، توی این هم فوق‌العاده است. یعنی من یه دونه اپیزود نمیدونم، اگر پادکست پندار رو دنبال کنید یه اپیزود به صورت اختصاصی در مورد این دارم، ناهماهنگی شناختی. خیلی پدیده عجیب غریبیه و وقتی توضیح بدم شما متوجه میشید که چقدر از درگیری خودمون با دیگران، چقدر از دوگیم بودن‌های ما که سر یه تصمیم وای میسیم، سر یه حرف میزنیم وای میسیم، به خاطر این قضیه است.
پدیده‌ای به نام ناهماهنگی شناختی یا cognitive dissonance. اینو شخصی به نام فستینگر اومد مطرح کرد. چیه جریان؟ فستینگر اومد یه آزمایشی انجام داد و بر اساس این آزمایش این قضیه رو مطرح کرد. آزمایش هم این بود که من به یه گروه، یه سری آدم $1 میدم، میگن یه کار مثلا عبث و بیهوده انجام بده، مثلا اینو مثلا 50 تا از اینا رو برگردون، $1 رو بدم، ولی بعدش رفتی بیرون از اتاق به بقیه بگو خیلی کار جالبیه، این دروغ بگو چون کار کسالت آوریه، ولی من $1 بهت میدم که بگی خیلی کار جالبیه. خب به یه گروه هم گفت من $20 بهتون میدم به هر نفر، این کار رو انجام بدید، رفتید بیرون بگید که این کار جالبیه. پس ببینید یه سری از آدما $1 گرفتن، یه سری از آدما $20 گرفتن. ببینید طبیعتاً اون آدمی که $1 گرفته و باید دروغ بگه و بعد بگه جالبه، خیلی پافشاری میکنه رو جالب بودن قضیه، چون ارزشی که گرفته نسبت به دروغی که باید بگه خیلی فاصله داره. بعد خب ممکنه یکی بگه خب $1 گرفتی این کار که خجالت نمیکشه، آقا $1 مثلا این کار کردی، شروع میکنه باز به حساب نمیدونی چقدر این کار جالبه، چقدر جالبه. ولی اون که $20 گرفته میگه حالا $20 گرفتیم دروغ هم میگه میارزه، خیلی درگیر نمیشه، تنش درونی پیدا نمیکنه، چون میگه دروغه میارزه به $20، شلوغ پلوغ هم نمیکنه، میگه آقا جالبه. بعد فستینگر اینو فهمید وقتی که انطباق و انسجامی بین یه رفتار وجود نداشته باشه و باوری که داری، یعنی من یه باوری دارم، یه فکری دارم، ولی یه کاری میکنم که زاویه داره با باور من، این من رو از منظر روانی و از لحاظ روانی دچار تنش درونی میکنه. خب و این تنش درونی بهش میگن ناهماهنگی شناختی. حالا وقتی دچار تنش درونی میشم، چند تا مکانیسم رفتاری ممکنه فعال بشه. این البته در مورد اینم صادقه که من یه باوری دارم، باور من غلطه و یه باور صحیح به سمت من میاد، من دوباره دچار تنش میشم و دچار این ناهماهنگی میشم. خب میگه چیکار میکنن آدم وقتی دچار ناهماهنگی شناختی میشن؟ اینو دقت کنید. ببین اعتقاد اینه smoking cigarettes is unhealthy. اعتقاد من اینه. ببین آقا من میدونم سیگار کشیدن خیلی بده، میدونم، باور دارم، ولی سیگاری هم، یعنی رفتار من با اعتقاد من نمیخونه، کانسیستنت به اصطلاح نیست، هماهنگ نیست. پس من از لحاظ درونی وقتی سیگار میکشم دچار چی میشم؟ دچار یک تنش میشم دیگه، دچار ناهماهنگی شناختی میشم. حالا ببین کاگنیتیو دیسوننس میشه. چرا؟ چون من سیگار میکشم، اکشنم اینه. حالا سولوشنم چیه؟ ببین ذهن حالا چی کار میکنه؟ ببین یا باید بذاری کنار، یا اگه نمیذاری کنار میگه smoking cigarettes is unhealthy. I don't smoke cigarettes anymore. سیگار نمیکشم، میذارم. بعدی ببین change belief. میگه اگه نمیتونی سیگار رو بذاری کنار، عمل رو نمیتونی بکنی، باورت هستن، یعنی خودتو گول میزنی. میگه the search on smoking is not conclusive. هنوز تحقیقات قطعیت نرسیدن. ببین باورت یه چیزیه، عملت یه چیز دیگه است. برای اینکه خودتو توجیه کنی چون تنش داری. یا آقا تحقیقات هنوز خیلی نشون نمیده که واقعیت داشته باشه این قضیه. به نتیجه متقن پس I continue smoking و اعتقاد من غلط، مشکلی نیست. چرا آدم ها وقتی که یک باور صحیح، ایده صحیح سمتشون میان مقاومت میکنن؟ دقیقاً به خاطر تنش روانی که پیدا کنن. برای همینه که ببین وقتی میخوای یکی متقاعد کنی نسبت به حرف درست، حواست باشه اولین چیزی که اون آدم دوچارش میشه تنش میشه. چرا؟ چون این ایده منه، اونم ایده توئه. سوای اینکه حقیقت وجود داشته باشه و حقیقت و صحت چیست، من خودم رو در تقابل با یه ایده میبینم. من خود ایدم رو نمیبینم، خودم رو میبینم. برای همینه که برتراند راسل این حرف بسیار زیبا رو میزنه. از برتراند راسل پرسیدن چرا یک آدم متعصب میترسد نسبت به اعتقاداتش شک کنه؟
و راهش رو اصلاح کنه. یه آدم متعصبیه، بعد هرچی فکت براش میاری راهش رو درست نمیکنه. آیا حتما و صرفا اعتقاد داره به باورش؟ جواب راسل به صورت ضمنی اینه بود، میگه نه، شاید اتفاقا درونش خودش هم شک کرده، ولی چون همیشه با خودش فکر میکنن چجور میتوانم به تاولهای کف پایم بگویم تمام مسیر رو که آمدم اشتباه بود. جواب خودم چیه؟ جواب اون مسیر و سوالهایی که داشتم چی بدم؟ یعنی اینجا آدم درگیر منیتش میشه بیشتر و به جای اینکه باورش رو درست کنه حقیقت رو منحرف میکنه و میپیچونه. ولی خب فکت و حقیقت هیچ کاری نداره که ما چقدر بهش توجه میکنیم، چقدر باورش داریم. حقیقت فکته. اصلا تعریف فکت چیه؟ وقتی میگیم فکت امر واقع ترجمه کردن. تعریف فکت اینه که صرف نظر از باور من و مستقل از باور من وجود داره. فکت یعنی حالا میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، من هستم. این فکته. برای همین ببینید ما وقتی که داریم فکر میکنیم، حالا میخوام فکر و اندیشه رو بیارم و یک نوع دیگه‌ای بررسیش کنیم و در مورد تفکر دیالکتیک با هم صحبت کنیم. یعنی من یه باوری دارم، تو یه باوری داری، همه یه باوری داریم. این که بزنیم تو سر هم این قضیه رو نمیتونه درست کنیم. باید درگیر یه چیزی بشیم به نام تفکر دیالکتیک. اون چیزی که هگل مطرح کرد. یعنی ببین یه تزی وجود داره، یه آنتی تزی وجود داره. این دو تا باید بیاد کنار هم. باید بتونیم یه پکیج از این درست کنیم و یه سنتزی از این بیرون بدیم که هم اون کانترادیکشن، اون تناقضه هم بشه، همین که هر دوی اینها رو تا حدودی بتونه در بر داشته باشد. خب تفکر دیالکتیک ببینید شامل این مؤلفه است. یک، جامعه نگر، خطی نیست. یعنی پدیده ها رو در یک بافت میبینه. این بافت زمانی و مکانی میبینه. یعنی اگر یک بچه‌ای داره توی مترو بد اخلاقی میکنه، داره نق میزنه و پدرش هم هیچ کاری نمیکنه در قبالش، به جای اینکه بیاد قضاوت کنه و یک قضاوت خطی لاجیک داشته باشه که این نق میزنه پس بچه بی‌ادبیه و باز خطی فکر کنه بچه نق میزنن پس پدر بی‌مبالاتی است، بیشتر به یک تفکر جامعه نگر کنیم که خب چرا باید اینطوری باشه؟ چون لزوما این تفکر خطی درست نیست و ممکنه وقتی که در تعامل با پدر قرار میگیره میگه که ببین مادر این بچه 2 هفته است توی بیمارستان و این بچه دلتنگه و من کاری نمیتونم بکنم، خود منم مسئولم بود. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ یعنی یک جاجمنت، یک قضاوت که بر اساس یک منطق خطی بود، بر اساس یک میانبر ذهنی بود، با یک نگاه کلی که بچه رو در یک نهاد نگاه کن و در یک واقعیت و یک اتفاق نگاه کن، اون وقت ببین که چه اتفاق براش میفته و چطور میتونی. یا دینامیسم، واقعیت یک امر پویه، واقعیت تغییر میکنه، واقعیت تغییر میکنه. باز میگه واقعیت که وجود داره، ما آدم ها هستیم، همه آدم ها تغییر. آدمی که شما الان باش همکار هستید یا فرض کنید که سالیان سال باشه ازدواج کردید، این تغییر میکنه. شما هم تغییر کردید. شما اگه بخواید تفکر خطی داشته باشید نمیتونید با آدم ها تعامل کنید، چون پدیده ها پویان. اگر این رو نپذیرید دچار نابینایی در تغییر میشه، چینج بلایندنس میشه. بعدی چیه؟ پدیده ها در ارتباط با هم دیگه معنا پیدا میکنن. یعنی چی؟ Each and everything is related in some way to everything else. نمیتونی از یک سیستم یه دفعه یک مؤلفه رو بکشی بیرون و بشینی تحلیلش کنی و بشینی بررسیش کنی. اگه داری در مورد افزایش آمار سرقت صحبت می‌کنی، سرقت رو باید در ارتباط با پدیده‌های دیگه ببینی. در غیر این صورت اگه بخوای همینطوری هی تفسیر کنی سرقت اشتباه داری می‌کنی. بعدی رو ببینید، کانترادیکشن، پدیده ها در جوامع انسانی به ویژه
در تناقض یا زاویه با هم قرار دارن. این اصلا یک اصل، چون متفاوته. یادتونه گفتم ادراک تحت تأثیر چیه؟ یکی از عواملی که گفتم ادراک تحت تأثیرش چیه؟ توقعات. یعنی یکی از توقعات بدی که انسان‌ها دارن که مانع میشه که تفکر دیالکتیک داشته باشن و پیچیدگی رو بفهمند اینه: توقع من چیه؟ توقع من اینه که تناقضی وجود نداشته باشه بین خواسته من و واقعیت جهان. یعنی دنیا به کامم باشه. وقتی که این رو نپذیری، دنیا عین ناکامی خواهد، بدون شک. یعنی ببین، توقع انسان اینه که میخوام دنیا به کامم باشه. واقعیت چی میگه؟ میگه واقعیت میگه ببین کانترادیکشن وجود داره. اینجوری نیست که فکر میکنی. و وقتی کانترادیکشن رو میبینی، یا شروع میکنی به حذف کردن تفکر در مورد کانترادیکشن، یا مستاصل میشه. حالا شما فرض کنید که توقعتون رو تغییر بدید. همون طبیعیه. در زندگی تناقض وجود داره، منم توقع خاصی ندارم از این قضیه. بعد ببینید که چه میزان از استیصال آدم ها میتونه کم بشه. خب این رو من به عنوان مطلب آخر بگم. نمیدونم این کتاب خوندید یا نه. دوباره فکر کن، مال آدام گرانت. خیلی کتاب خوندنیه، ترجمه شده، نشر نوین ترجمه کرد. فوق‌العاده کتاب خوندنیه و باعث میشه هم آدم فکر کنه و هم به کار ببره، یعنی قابل استفاده از مطالب کتاب. آدام گرانت، دوباره فکر کن، نشر نوین. آدام گرانت از قول همکارش فیلیپ تتلاک که اونم یه چهره برجسته هستش در حوزه شناخت و ادراک، میگه معمولاً، ببینید اینم یه نوع پروتوتایپ ها، ولی به هر حال میخواد یه چیزی داشته باشه، یه نقشه‌ای داشته باشه از آدم، که معمولاً آدم ها این قالب تفکرها رو دارن. ببینید توی این دو بردار شما چی میبینید؟ یه بردار به سمت بالا وقتی حرکت میکنه که حقیقت برای من خب ببینم واقعیت چیه، ولی وقتی برمیگرده چی مهمه؟ بردن. اصلا واقعیت مهمه. واقعیت من اون چیزی که مهمه که من ببرم توی این مباحثه، توی این مناظره من ببرم. حالا واقعیت هر چی میخواد باشه. توی نموداره و این بردار افقی چی دارید؟ یه سمتش اویدنس دارید، یعنی من دنبال چیم؟ دنبال اویدنس، دنبال شواهدم. طبیعیه که همه آدم ها باور دارن، مفاهیم براشون تعریف داره، ولی سوای اینها میخوام ببینم که اویدنس چی میگه. ببین پزشکی دنبال چیه؟ پزشکی دنبال اویدنسه. پزشکی دنبال باور چیز که نیست، که پزشکی نیست، که اعتقاد پزشک مطرح نیست، که اویدنسش براش مهمه. یه سمت چیه؟ اعتقاد و باورهایی که وجود داره. حالا بر اساس روی این در حقیقت کوادرنت میاد چیکار میکنه؟ میاد تفکر میاد دسته‌بندی میکنه. وقتی که شما به زعم خودتون دنبال حقیقت هستید و پایه شما ایمان و اعتقاد هستش، شما مثل یک موعظه کننده، موعظه گر رفتار میکنید. خب یعنی میخوای آدم ها رو به راه راست هدایت کنید. اویدنس مطرح نیست، باور مطرحه. ببینید این نوع تفکره. ببینید توی زندگی خودمون چقدر مثل یک چی بهش میگیم پریچر، یه مبلغ مذهبی داریم رفتار میکنیم. آدم رو میخوایم نصیحت کنیم که مثلا عزیزم راه درست اینه، قربونت برم، و خودم داره خطا میرم ولی راه درست رو میخوام به دیگران نشون بدم. حقیقت اینه. حقیقت اون چیزی نیست تو فکر کنید. چرا حقیقت اینه؟ چون باورم رو منطبق با حقیقت میبینم. مشکل اینجاست. توی
کوادرنت بعدی ببینید، ساینتیست، دانشمند فکر کردن، شبیه یک دانشمند دنبال حقیقته ولی اویدنس بیست. برای همینه که دانشمند مدام چیکار میکنه؟ پالایش میکنه ایده های خودش رو. ببینید دانش نمیمونه، دانش مدام داره آپگرید میشه، مدام خودش رو آپدیت میکنه، بازبینی میکنه، تردید میکنه توی یافته های خودش در کانتکست های مختلف. یکی ببین این بیماری توی این منطقه جغرافیایی اینه، حالا تو منطقه دیگه بررسی کنیم ببینیم آیا اوییدنس ساپورت میکند این واقعیت رو یا نمیکند. خب پس اینم یه نوع طرز تفکره، تردید کردن و آپدیت کردن با چیز افکار خود. سیاستمدار چجوری فکر میکنه؟ سیاستمدار اعتقاد داره دنبال چیه؟ دنبال بردن، موضعش مهمه. سیاستمدار واقعیت براش اهمیتی نداره. من مدام فلان حزبم، مثلا حزب درست میگه یا نمیگه، اصلا بر اساس چه چیزی من رفتم تو حزب، اصلا این مهم نیست. که مهم اینه که حزب من که خیلی از اوقات هم نمیدونم اصلا چی داره میگه، یه حرف درست داره میزنه و من باید ببرم. یعنی مورد توی تفکر سیاستمدارانه دقیقاً اینه. و میدونید توی اون چیز بهتون گفتم، توهم توضیح و عمق دانش، میدونید اصلا خیلی از اوقات بررسی کردن در آدمایی که به یک حزب تعلق خاطر پیدا میکنن، یه چیزی بهشون گفته، هیجان درشون ایجاد کرده و به واسطه اون هیجان افتادن توی مسیری. خب و بعد دیگه اگه بخوای توضیح بدن که آقا استدلال حزب تو چیه سر این قضیه، اصلا نمیتونید استدلال کنید، اصلا نمیدونه برای چی، چون به خاطر هیجانات این اتفاق میفته. پس ببین سیاست، باز اینا رو برگردونید تو زندگی روزانه خودمون، ببینید که وقتی سیاست مدارانه داریم فکر میکنیم و تعامل میکنیم یعنی چی؟ یعنی آقا من میخوام ببرم، باور منو اینه، من فکر میکنم که مثلا فرض کنیم، معذرت کنیم مثال بزنم، آقا مامان تو اینجوری رفتار میکنه، بابای تو اینطوری رفتار میکنه و منم درست میگم، منم میبرم، دنبال بردنم واسه میخوام حرفمو به کرسی بشونم. اینه دیگه، حرف به کرسی نشونه سیاست مدارانه رفتار کردن. از طرف دیگه چی داریم؟ یک تفکری داریم به نام تفکر دادستانی. این تفکر جالبه. هی آدم میخواد متهم کنه. اشتباه از تو بوده، گیر و گرفتاری تو هستی، اعتقاد تو غلطه. اینم دنبال اوییدنس ها، ولی در جهت بردن. می‌دونی وقتی میگیم دنبال اوییدنس در جهت بردن و نه در جهت حقیقت یعنی چی؟ یعنی من میخوام ببرم هر آنچه که مدرک پیدا میکنم که تو رو ببازونم. حالا اگه مدرک پیدا کنم که باعث حقیقت بشه، من کاری ندارم، اون مدرک رو سانسور میکنم. ببین فلان جا این کار کردی، فلان جا این کار کردی، فلان جا این کار کردی. بعد تو میگه آقا 10 جای دیگه من یه حرکت دیگه کردم. میگه نه ببین فلان جا این کار کردی. یادتونه در مورد کانفرمیشن بایاس صحبت کردیم و خطای و سوگیری تایید. خطا و سوگیری تایید چی بود؟ خطا سوگیری تایید این بود که من وقتی یک باوری دارم دنبال هر اطلاعاتی میگردم که باور من رو تصدیق کنه. حالا وقتی که شما تبدیل به یک دادستان میشید دنبال هر اطلاعاتی میگه که باور کسی دیگه رو رد کنه. این میشه که دوباره اینم سوگیری، دیس کانفرمیشن. چرا؟ چون خوشم نمیاد. خب اینم در حقیقت نکته‌ای بود که باید خدمتتون عرض می‌کردم. برای صحبت پایانی پیشنهاد می‌کنم برای اینکه ظرافت این متاکاگنیشن رو درک بکنیم، با این منظر، با این چارچوب ذهنی که خدمتتون امروز ارائه شد، این فیلم‌ها رو ببینید حتما. چند بارم ببینید. اولش دیسکلیمر، یک سریال کوتاه فوق‌العاده است. به نظر من فوق‌العاده است. من که چیزی میگم. بفرمایید. من این سریال رو دیدم و خیلی حیرت زده شدم. خیلی جالب. این چقدر منطبقه با این قضایا. نه همش بر اساس قضاوت اشتباه. اصلا واقعا آدم شوکه میشه. دیسکلیمر به نظر من فوق‌العاده. داوت این از اون فیلم هاست که آخرش هم نمیفهمیم بالاخره من کدوم مدرک درسته. یعنی شما رو میبره توی فضایی که
هم این ور درسته هم این ور درسته، حالا کدوم درسته و تو رو معلقت میکنه برای یک قضاوت. 12 Angry Men شاهکار سینما، شاه، یعنی اگر که بشه واقعا یه جلسه تحلیلی رو این باید بذاریم. آره 12 مرد خشمگین، سیاه‌سفید، یکی از فیلم‌های قدیمی هنری فوندا. حتما ببینید که ببینید تک تک اون اعضای هیئت منصفه چجوری دارن دچار خطای شناخته میشن برای محاکمه کردن یه آدم. و نهایتاً اون ژاکوزه که البته اگر خواستید اینو سرچ کنید توی سایت‌های ایرانی مثلا تو فیلم و اینا به عنوان The Officer and the Spy چیز شده، ترجمه شده گذاشتن. بذارید من بنویسم The Officer and the Spy. اینو سرچ کنید حتما ببینید. من خودم اعتقاد دارم که اگر آدم داستان و فیلم شاهد مثال‌های خوبی برای پیدا کردن مفاهیم حالا روانشناسی، حالا در حوزه شناخت هستن، یعنی شما با این دیدگاه وقتی نگاه کنید می‌بینید که چقدر هوشمندانه فیلم ساخته شده. و نهایت سخن آخر این که برای تفکر، برای بهبود وضعیت تفکر باید این چند تا نکته رو که برگرفته از رفتار، منش و سلوک سقراط هست باید خیلی بهش توجه کنید و عمل کنید. یکی اینکه در برابر پیچیدگی دنیا و زندگی باید فروتن باشه. یعنی ببینیم که خیلی خیلی پیچیده تر از اونی که من فکرش می‌کنم. و همونطور که فهمیدیم مغز من در تضاد با این پیچیدگی بسیار تقلیل‌گرا عمل میکنه، چون اینطوری تکامل پیدا کرده. واقعیتش اینه. دو، نسبت به کاستی‌های تفکر خودمون آگاه باشیم که خدمتتون بعضی از نکاتش ارائه شد. درنگ کنیم. یعنی من فکر کنم که اگر بخوام واقعا یک نکته از این کارگاه شما عزیزان ببرید، تردیده، درنگ. میگه درنگ کنیم. یعنی وقتی چون درنگ کنیم و قضاوت خود رو به تعلیق در بیاریم. ببینید قضاوتی که میگن قضاوت نکنید یه امر ناشدنی. ما یاد گرفتیم از اون سیستم یک تفکر، سیستم یک تفکر اصلا بخوای نخوای قضاوتش رو کرده. اینی که بتونید تعلیق کنید اون قضاوت رو و ترمز شناختی فعال باشه که بر اساس اون قضاوت نیازموده رفتار کنید، اونجا ما مشکل پیدا میکنیم. یعنی آقا من قضاوت کردم، صبر کنم، درنگ کنم، مفروضامو بررسی کنم، کانتکستمو بررسی کنم و همه اکسپکتیشن ها، توقعاتم بررسی کنم، مفروضات پنهان، پایه هایی که این قضاوت برش هست، من بگم که خب چقدر درست هست. کنجکاو باشید، پرسشگر و جستجوگر که من فکر کنم که اگر بخوایم تبلور اینو ببینیم و یک مثال در تاریخ بزنیم برای کنجکاوی و پرسشگر که خود سقراط بود که می‌بینید سقراط توی بازار شهر آتن آدمون عادی بود. یه مثلا دو نفر دارن حرف میزنن. یه دفعه بهش میگفتن خرمگس آتن، اصلا معروف. به کی میدادش؟ اون که میگی چرا همون حرف میزنی؟ بعد هی سوال میکرد. جالب میدونی چیه؟ جالب اینه که سقراط جوابی نداره. سقراط فقط تلنگر میزنه برای اینکه هی پرسش بکنه که مثل مته میره پایین که پیدا کنه اون مفروضای تو چیه که داری بررسش این حرف رو میزنی. خانمش هم خیلی اذیتش میکرد ذاتی. و نهایتا اینکه جهان خود را با تفکر بسیط میتوان توضیح داد. آدمی که دچار تسلب ذهنیه، تسلب در فکر کردن و سختی در فکر کردن، جهانش اصلا توسعه پیدا نمیکنه. چه جهان فکریش، چه جهان پیرامونش نمیتونه توسعه بده، چون پارادایمش پارادایم محدودیه. سپاسگزارم از توجهتون. مرسی از دوستانی که آنلاین بودن.
خیلی سپاسگزارم. سوال اگر دارید من در خدمتتون هستم و اگر که در بضاعت دانش و معلوماتم باشه. یه سوال بله.